روز بخیر بیننده گرامی، سرخط خبرها را از رادیوی آزادی پیشکش میکنیم. خوشنامان روسی تاجیکی عضو داعش از تاجیکستان خواست دختر و نبیره‌هایش را بر روسیه برگردانند. مهاجران تاجیک در بیابان سرد قرغنده درماندند. زلنسکی گفت روسیه خرسان را بی‌رحمانه بمباران میکند. تاجیکستان با یک شرکت چینی برای بنیاد راه سازشنامه بسته است. مادر مدینه بندرنکو همسر پرویز سیدرحمانوف که با اتهام عضویت در داعش در دوشنبه محاکمه می شود از مقامات روسیه خواسته است برای برگردانیدن دخترش از تاجیکستان کمک کنند. پرویز سیدرحمانوف که با نام ابوداود شناخته می شد ماه پیش همراه همسر و 4 فرزندش از ترکیه به دوشنبه استرداد شد. او را به تروریسم و شرکت در جنگ‌های خارجی متهم می‌کنند. اکسانا جیلی و مادر مدینه بندرنکو روز 28 نوامبر بر رادیو آزادی گفت برای بازگردانیدن دخترش از دوشنبه به وزارت کارهای خارجی روسیه مراجعت کرده است. با گفته این زن حالا دخترش را از کودکان خردسالش جدا نگه می‌دارند و امکان پرستاری کودک شیرخوارش را ندارد. مقامات تاجیکستان ابوداود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌داند که با گفته آنها ده‌ها جوان را به جنگ سوریه و عراق برده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت نیروهای روسیه در یک هفته گذشته شهر خرسون و 30 محله در ولایت خرسون را 258 مرتبه از توپخانه آتشباران کردند. او هنگام مراجعت ویدیویی در شب 28 نوامبر از مردم کشورش خواست با سردتر شدن هوا به قطع برق و نارسایی بیشتری آن آماده باشند. نیروهای روسیه اولی همین ماه از ساحل غربی رودخانه دنیپر عقب نشینی کردند ولی تیرباران و حمله ها به دهات و شهر خرسون را از ساحل مقابل دنیپر ادامه می‌دهند. حکومت اوکراین هفته گذشته از ساکنان خرسون خواست که شهر را ترک کنند تا از بمباران امین مانند. ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله ها ایستگاه تقسیم آب در شهر میکولایف در شمال و غرب خرسون آسیب دیده است. به قول وی این کار جوهر واقعی آن رفیقان است که روسیه را به دست گرفتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان گفته است 47 مسافر اتوبوسی را که از تاجیکستان به مسکو می‌رفت از یک بیابان سرد نجات دادند. کمیته روز 29 نوامبر گفت که مسافران تاجیک بر اثر شکستن اتوبوسشان در نیمه راه و در بیابان سرد ولایت قرغنده ساعت 23 شب 28 نوامبر درمانده بودند. نجات بخشان قزاقستان گفتند که مسافران را به جای دیگری مناسب برای اقامت موقتی بردند. از بس که قیمت بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه گران است، سفر از تاجیکستان به روسیه با اتوبوس زیاد شده است. در نیمه راه ماندن و یا به صدمه دچار شدن اتوبوس‌های مسافربر در گذشته دیده شده است. زنی تاجیک چی کار کند که تاجر موفق شود؟ این سوال در همایش در دوشنبه بحث شده است. اشتراکداران راه‌های موفق شدند و مشکل زنان را نامبر کردند، از جمله تامین زنان با جای کار که جبر و ستم شوهر را کشیدند. اساساً زن‌های گرفتار خشونت هستند و برای آنها جای کار خوب نسبتاً به همون منطقه معاش خوب پیشنهاد کردیم. با گفته شرکت‌داران زنان در تاجیکستان بیشتر به صاحبکاری خرد و میانه مشغولند ولی آرزو دارند که تجارتشان را بزرگتر کنند. همکاران ما در این همایش اشتراک داشتند و با خود زنان تاجر صحبت کردند. 4 ساعت پس این گزارش را در برنامه اخباری آزادی همراه می‌بینیم. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید که با یک شرکت چینی برای بنیاد بیشتر از 50 کیلومتر راه در کشور و با ارزش تقریباً 57 میلیون دلار قرارداد امضا کرده است. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت که قرارداد با شرکت چاینا ریلوی وجو روز 25 نوامبر امضا شده است و این راه‌ها در ولایت سوغد ساخته می شوند. با گفته وزارت شرکت چینی 4 قطعه راه فرسوده و ناهموار در ناحیه‌های باباجان غفوروف، خیسته‌ورز و کانی بادام را تعمیر و بازسازی می کند.
با گفته وزارت در دایره این طرح در ولایت 11 پل نو با درازی 444 متر ساخته می شود. به اختیار چین سپردن طرح‌های بزرگ ساختمانی سالهای اخیر مایه نگرانی از پایبندی سخت تاجیکستان به این همسایه کشوری عظیمش را زیاد کرده است. و حالا قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان روزی 29 نوامبر قرب $1 آمریکایی را 10 سامانی و 21 دیرم و 1000 روبل روسی را 163 سامانی و 50 دیرم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق داشته باشد. خبرهای از این بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. 4 ساعت پس ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه ما را در برنامه اخبار انتظار باشید. خدا نگهدار.